سلام، من نسیم هستم، مربی EMS و دانشجوی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی. امروز میخوایم با هم یه مقاله جذاب رو بررسی کنیم. میخوایم ببینیم این تکنولوژی EMS چطور میتونه به سالمندانی که در معرض خطر زوال عقل هستن کمک کنه تا هم قوی بمونن و هم ذهنشون فعالتر بمونه. پس بیاین که با هم بریم بررسی کنیم. خب دوستان، بریم سراغ این مقاله باحال. عنوانش یکم طولانیه ولی قول میدم سادهش کنم. نوشته بهبود کارایی جسمی و شناختی در سالمندان در معرض خطر زوال عقل با تحریک الکتریکی کل بدن. حالا این یعنی چی؟ فکر کنید EMS یه جورایی مثل یه شارژر برای عضلات و مغزه. تو چکیده نوشته که 61 نفر سالمند توی مطالعه بودن و هدفشون این بوده که ببینن EMS چطور میتونه به این افراد کمک کنه تا هم قوی تر بشن و هم ذهنشون تیزتر بمونه. انگار به جسم و مغز یه آپدیت نرم افزاری دادن. این همون EMS خودمونه، فقط با اسم علمی. این تعداد آدم واقعی بودن که تست کردن و نتیجه گرفتن. خب حالا ببینیم این مطالعه چطور انجام شده. 61 نفر سالمند با میانگین سنی 71 سال توی این آزمایش بودن. فکر کنید یه گروه از مامان بزرگا و بابا بزرگای پر انرژی. اینا کسایی بودن که مثل خاله و عموی خودمون سنشون بالا بوده ولی دلشون جوان. اینا رو به دو گروه تقسیم کردن. یک گروه با EMS ورزش کردن و گروه دیگه بدون EMS. هر هفته 2 تا جلسه 20 دقیقه‌ای داشتن. یه جورایی انگار رفتن کلاس ورزش ولی با تکنولوژی. گروه EMS از یه دستگاهی استفاده کردن که پالس‌های الکتریکی با فرکانس 35 هرتز به عضلاتشون میفرستادن. این فرکانس مثل یه آهنگ ملایم برای عضلاته، نه خیلی تند نه خیلی کند. این پالسا مثل یک مربی نامرئیه که به عضلات میگه هی بلند شو کار کن. ورزشاشون هم چیزایی مثل تردمیل و پارویی بوده، نه اینکه برن وزنه‌های سنگین بزنن. اینجا میگه گروه ها تقریبا شبیه هم بودن، یعنی آزمایش منصفانه بوده. حالا بریم سراغ نتایج که به نظرم خیلی هیجان انگیزه. گروهی که EMS داشتن تو چند تا تست بدنی ترکوندن. مثلا تو تست بلند شدن از صندلی اونا خیلی بهتر شدن. فکر کنید یکی که قبلا با زور از مبل بلند می شده حالا مثل یه جوون پرش میکنه. یا تو تست راه رفتن 6 دقیقه‌ای گروه EMS مسافت بیشتری رفتن. انگار رفتن پارک و چند دور اضافه پیاده روی کردن. تو تست قدرت بازو هم که باید وزنای سبک و بلند میکردن بازم گروه EMS بهتر بوده. حتی تعادلشون هم بهتر شده، یعنی کمتر زمین میخوردن و میتونن راحت‌تر راه برن. اینا یعنی EMS به سالمندا کمک میکنه مثل یک سوپرمن یا واندر وومن سالمند بشن. این تست نشون میده بازوهاشون قوی تر شده، انگار دارن کیسه خرید رو راحت تر بلند میکنن. این یعنی حالا راحت تر از رو کاناپه پا میشن بدون اینکه غر بزنن. این تست مثل اینه که تو پارک بیشتر راه بری و خسته نشی. این یکی کمتر تلو تلو میخورن و راه رفتنشون مثل جوونا مطمئنه. حالا یه بخش دیگه که من خودم عاشقشم، تاثیر EMS روی مغز. گروهی که EMS داشتن تو تستای حافظه و توجه بهتر عمل کردن. مثلا توی یه تست که باید یه سری کلمات رو به خاطر می آوردن اونا مثل یه کتابخونه متحرک بودن، همه چیز یادشون موند. یا تو تست توجه که باید سریع یه سری الگو رو پیدا می کردن
گروه EMS مثل یک کاراگاه تیز عمل کرد. این یعنی EMS نه تنها بدن رو قوی میکنه، بلکه مغز رو هم مثل یک گوشی هوشمند آپدیت میکنه. حالا فکر کنید بابا بزرگتون هم قوی بشه، هم بتونه اسم همه نوه‌هاشو بدون مکس یادش بیاد. خیلی عالیه. این تست حافظه است. انگار که لیست خرید بدون کاغذ یادت بمونه. این مثل پیدا کردن عینک گم شده تو خونه است. باید تیز باشی. این تست نشون میده مغزت داستان زندگیت رو بهتر یادش میمونه. بعضی تستا هم تغییر زیادی نداشتن، چون 12 هفته خیلی کمه، ولی همین که بدتر نشدن خودش یه برد بزرگیه. خب بیاین حالا نتیجه این مقاله رو با هم جمع‌بندی کنیم. محققا میگن ترکیب EMS با ورزش‌های هوازی مثل تردمیل و قایقرانی هم بدن سالمندا رو قوی میکنه، هم ذهنشون رو فعالتر. این روش نه تنها ایمنه، بلکه چون سریع نتیجه میده آدما رو تشویق میکنه که ورزش رو ادامه بدن. فکر کنید مثل یه قرص جادوییه، ولی بدون عوارض. به نظرم این یعنی یه راه باحال برای مامان بزرگا و بابا بزرگامون که همیشه سرحال و قبراق باشن. خب دوستان، دیدین EMS چطور میتونه زندگی سالمندان رو بهتر کنه؟ این تکنولوژی نه تنها بدن رو قوی میکنه، ذهن رو هم فعال نگه میداره. به نظرم یه راه خیلی خوب و موثریه واسه سلامتیمون. نظر شما چیه؟ نظرتون رو برام کامنت کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم لایک کنید، کانالمو سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید که اگه ویدیو جدید گذاشتم ببینید. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهم بودین. خدا نگهدار.